کارمندان اوباپ شهر وحدت که با تعقیب ژورنالیستان و دیگر اندیشان نام برآورده است، روز 9 ایول در روز عید قربان ژورنالیست عبدالستار پیر محمدزاده را هم دستگیر کردند. نزدیکان خبرنگار به رادیوی آزادی گفتند که خبرنگار سابق رادیوی صدای دوشنبه را روز 9 ایول با وعده برگرداندن تلفن قبلا از جانب کارمندان اوباپ گرفته شدهش دعوت کرده، دیگر با همین جواب ندادند. نزدیکان پیر محمدزاده گفتند درباره در کجا بودنش چیزی نمیدونند. ماموران اوباپ شهر وحدت روز 7 ایول پیر محمدزاده را چند ساعت بازپرسی و سپس خانه‌اش را کوفت و کاب و تلفنش را مصادره کردند. به او همچنین گفتند که این آخرین هشدار برایش است و از این به بعد درباره مسائل داغ چیزی ننویسد و چیزی نگوید. به پیر محمدزاده در اوباپ مشورت دادند که فقط درباره مسائل تاریخی و سیاحی بنویسد، نه بیشتر از آن. روز 8 ایول وقتی که خبرنگاران آزادی به سراغش آمدند، پیر محمدزاده از صحبت با آنها خودداری کرد و گفت زبان خط داده است که با خبرنگاران صحبت نمی کند. ولی یکی از نزدیکان پیر محمدزاده به آزادی نقل کرده است که با این وجود شب 8 ایول پس از نشر خبر بازپرسیش او را باز دعوت کردند. گفتند چرا زبان خط دادی و چرا با رادیوی آزادی صحبت کردی؟ او گفته صحبت نکردم، ولی افزوده است ام صحبت آزادی صبح 9 ایول دیگر باره برای صحبت دعوت کرده تا هنوز جوابش ندادند. گفتم بیا تلفنت را میدیم. رفته با همین دیگر برنگشت. حالا کسی به ما چیزی نمیگوید که او در کجاست. نمایندگان مقامات هم خود را معرفی نکردند که کی هستند. گفته است یکی از شخصان نزدیک به پیر محمدزاده که نخواسته است نامش برده شود. عبدالستار پیر محمدزاده که سالهای قبل در رادیوی صدای دوشنبه کار میکرد و بعد ترک پیشه خبرنگاری تکثیرانی میکرد، ماه نوامبر سال 2021 در پی نشر یک ویدیوش در روز پرزیدنت مشهور شد. او را که در این ویدیو درباره مشکلات داغ تاجیکستان از جمله پیرامون فشار مقامات به تکثیرانها صحبت میکرد، بعد نشر مراجعتش به مقامات دعوت کردند، ولی بعد صحبت دوستانه جواب دادند. از آن وقت به بعد ویدیوهای پیر محمدزاده در اینترنت تماشابین زیاد جمع آوردند. ولی به حال سال 2022 او کانالش را در یوتیوب بست و گفت دیگر ویدیو نمی کند. پیر محمدزاده در شرح این تصمیمش گفت او را در سنگرهای حکومت خائن مینامند و در سنگرهای مخالفین برعکس بوز مقامات. اما ماه ایون در پی حبس ژورنالیستان و بلاگرهای معروف دلیر امامعلی و عبدالله غربتی، پیر محمدزاده به حمایت از آنها چند ویدیو دیگر نشر کرد. او و ژورنالیست سابق تلویزیون تاجیکستان زفقبک سعید امینی شکایت داشتند که بعد حمایتشان از خبرنگاران دستگیر شده استرالهای فرمای جواب تهدید گرفتند که اکنون نوبت حبس آنهاست. زفقبک سعید امینی نیز شام 8 ایول در عرفه عید قربان از جانب کارمندان اوباپ شهر وحدت بازداشت شد. یادآور میشویم در 2 ماه اخیر در تاجیکستان علیه دست کم 7 ژورنالیست و بلاگر از جمله دلیر امامعلی، عبدالله غربتی، زفقبک سعید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده، محمد سلطان، خوشام گولیم و الفت خانم محمدشاه و بازداشت گردیدند. دست کم 2 خبرنگار دیگر امامعلی سعیدزاد و رمزیه میرزابکوف تحت بازپرسی قرار گرفتند. تلفن‌ها و وسایل دیگر آنها را مقامات برای تفتیش مصادره کردند.